سلام، مریمم، 27 سالمه، تخصصم ماماییه ولی علاقه اصلیم کوهنوردی و طبیعتگردی و آشپزی تو طبیعته، یعنی اینو خیلی بیشتر دنبال میکنم الان. والا برمیگرده به بچگیم، چون کنار مامان بزرگم بودم کل تایم بچگیمو. خیلی مامان بزرگم توی خونه خمیر و نون و اینا درست میکرد، من خیلی علاقه داشتم دیگه، اصلا اون موقع کنارش انجام دادم، یاد گرفتم. بزرگتر که شدم علاقم بیشتر شد، آشپزی انجام میدادم دیگه. اوج علاقم برمیگرده به تایم کووید که دیگه حرفه‌ای شروع کرد. هدف اصلیم اینه که بتونم تولید محتوای گسترده‌ای داشته باشم تو فضای مجازی، خصوصا یوتیوب، که هم غذاهای اصیل ایرانی رو آموزش بدم، هم طبیعت ایران رو نشون بدم که همه مردم بتونن، مخصوصا مثلا مردم جهان، از طریق یوتیوب ببینن اینو. از قهوه‌های گانودرما استفاده کرده بودم تایم دانشجوییم، خوب بودن. الانم که تو برنامه باشون کوکی درست کردیم خیلی عطر خوبی داشتن و از سبوسام راضی بودم، انسجام خیلی خوبی به خمیر داد. خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو ببینین و از ما حمایت کنین. برای درست کردن کوکی موکا از مخلوط کردن شکر قهوه‌ای و کره‌ای که به دمای محیط رسیده شروع می‌کنیم. این ترکیبمون رو حدوداً باید 3 دقیقه با دور کند همزن بزنیم، خیلی هم نباید بزنیم به خاطر اینکه کره آب میشه و بافت خمیرمون شل میشه. چون شکرمون قهوه‌ایه یه خورده بافت ترکیبمون سفته. اندازه 2 قاشق غذاخوری به شیر اضافه می‌کنیم. به ترکیبمون یه دونه تخم مرغ اضافه می‌کنیم. حالا از همزن دستی استفاده می‌کنیم چون نباید خیلی با همزن برقی بزنیم، خمیرمون شل میشه. حالا به ترکیبمون پودر قهوه موکا اضافه می‌کنیم. دورانی هم می‌زنیمش. بعد آردمون رو طی چند مرحله اضافه کنیم به خاطر اینکه خمیرمون گوله گوله میشه. یه خورده که بافت خمیرمون سفت‌تر شد دیگه از همزن استفاده نمی‌کنیم، از لیسک استفاده می‌کنیم، ولی اگه تو خونه لیسک ندارین میتونین از قاشق غذاخوری استفاده کنین. دورشو میگیریم. خب بقیه آردو باید اضافه کنیم. توی این مرحله سبوس برنج قهوه‌ای هم به خمیرمون اضافه می‌کنیم. یکم اندازه نصف قاشق غذاخوری باید بهش بیکینگ پودر هم اضافه کنیم. خب حالا ترکیب گردو و شکلات چیپسی نسوز اضافه می‌کنیم. حتما حواستون باشه که شکلات چیپسی که استفاده می‌کنین نسوز باشه. اگه نسوز نباشه توی فر باز میشه دیگه، کوکیتون حالت یک نواخت به خودش میگیره، رنگش پخش میشه. اگر هم شکلات چیپسی نسوز پیدا نکردین به جاش میتونین از کشمش استفاده کنین که کوکیتون خیلی سلامت‌تر میشه، هلسی تر میشه. ترکیبمون رو هم میزنیم. خمیرمون باید 45 دقیقه الی 1 ساعت استراحت بکنه. روشو با یه پارچه تمیز میکشیم و داخل یخچال میذاریمش. 1 ساعت گذشت، خمیر کوکیمون آماده شد. حالا با قاشق چونه های 50 گرم الی 40 گرم ازش جدا میکنیم. توی سینی فرمون حتما کاغذ روغنی هم میندازیم چون خمیرمون چسبناکه یکم میچسبه. بعد اینکه کوکیامون رو چیدیم توی
سینی میتونین روش دوباره شکلات چیپسی بریزین. فرتونم از قبل حتما 10 دقیقه روشن کنین با دمای 170 و بعد اینکه کوکیاتون از فر در میارین سریع جدا نکنین، چون بافت کوکی شکننده است و داغه خورد میشه. اجازه بدین خنک بشن، بعد به راحتی جدا میشه. کوکیامون هم آماده شد، میتونین درستش بکنین و با انواع قهوه، لته، موکا، هر چی که دوست داشتین سرو بکنین. لطفاً درست بکنین و نظراتتون رو با ما در میون بذارین.